فضای آتلیه از یک گلخونه متروکه که افتاده بود همینجور تبدیل شد به یک فضای خیلی صمیمی که با حداقل امکانات من سعی کردم یه فضای خیلی راحت، یعنی شما هیچ گونه تزیین خاصی نمیبینین، در اصطلاح خیلی اکسپوز و خیلی مینیمال، جوری که خود اثر دیده بشه. یعنی حالا چه تابلوهای نقاشی، چه حالا تو بحث معرفی عطر، جوری باشه که مخاطب خیلی احساس راحتی کنه، احساس اینو نداشته باشه که وارد یه فضایی با یک به قول اصطلاح امروزی ادای خاصی، سیستم ادایی وجود داشته باشه. و خودم هم همیشه چالش داشتم برای نمایش تابلوام با گالری دارا. خب به هر حال این واسطه بین من و علاقه‌مند ایجاد یک فضای پوچ میکرد که خب شاید اون کیفیتی که میتونست عرضه کارام داشته باشه رو از دست بدم و این شد که این فضا رو به وجود آوردم و الان هم بعد از چند سال چالش میتونه پذیرای عده محدودی از مخاطبین باشه که حالا با هم هماهنگ میشیم برای حضور توی این فضا. فضای گالری توی این سالها به خاطر کرونا و اتفاقاتی که توی این چند سال افتاد خیلی دایر نبود. الان با تمرکزی که روش گذاشتیم میتونه پذیرای شما باشه.